با دیدن این ویدیو میتونی راحت ترین 10 میلیون تومان عمرت رو به دست بیاری. اما چطوری؟ کافی این ویدیو رو تا آخر ببینی تا بهت یاد بدم از چند تا صرافی خیلی راحت بیشتر از 10 میلیون تومان سرمایه بگیری و ازش استفاده بکنی و حالش رو ببری. مطمئنم که تو این اوضاع اقتصادی همین 10 میلیون هم میتونه بهت کمک بکنه و دیگه باز پرداخت و اینا هم نداری بخوای برش گردونی. پول مال خودته و الان میخوام بهت کامل توضیح بدم که شرایطش چیه و چطور میتونی این پول رو دریافت بکنی. پس با دقت همراه من باش. سوال اولی که پیش میاد و بسیار هم سوال مهمیه اینه که چه صرافی‌ها به ما پول میدن، چقدر میدن و از همه مهمتر اینه که چرا این پول رو به ما میدن. با دقت گوش بدین تا به صورت کامل بهتون توضیح بدم. یک سری صرافی وجود داره که به شما بابت ثبت نام کردن و احراز هویت کردن یه مبلغ قابل توجهی رو میدن. از $1 گرفته تا $100 که شما همون لحظه میتونید دریافتش بکنید و میاد تو کیف پول سایت. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که چرا این پول رو به ما میدن و آیا میتونیم برداشتش بکنیم یا نه. اول چراییشو بهتون میگم. دلیل اینکه این پول رو به شما میدن اینه که میخوان کاربر جذب بکنن و تعداد کاربرهای سایت و صرافی بالا بره و افزایش پیدا بکنه. اما میتونیم برداشتش بکنیم یا نه. توی این ویدیو یه تعداد سایت بهتون معرفی میکنم که به راحتی میتونید با ثبت نام کردن داخلشون مبالغ بسیار زیادی رو بگیرید و میاد داخل کیف پول. از یه سری از این صرافی‌ها شما میتونید مبالغ خودتون رو برداشت بزنید، میاد به کارتتون، خرجش میکنید و حالش رو میبرید. اما یه سری از صرافی‌ها هم این مبلغ رو نمیذارن شما بردارید، باید اینو بهش توجه داشته باشین. اینو بهتون توضیح دادم که بدونید اگر یه سری سایت‌ها به شما اجازه نمیدن مبلغ رو بردارید، مقصرش ما نیستیم، مقصرش خود اون صرافیه که اینجوری در نظر گرفته که شما بیاید مبلغ رو بگیرید. حالا به چه دردی میخوره اون مبلغ و سرمایه‌ای که به شما میده خودش اصلش قابل برداشت نیست. اگر شما بتونید داخل بازار، یعنی داخل همون ترید کردن، حالا خریدن ارزها و اینها، یک سودی به دست بیارید، میتونید سودش رو برداشت بکنید. مثلا من $100 میگیرم که الان میخوام بهتون یاد بدم. این $100 که میگیرم رو اگر بتونم تبدیل بکنم مثلا به $200 به $1000 یا هر چقدر، میتونم سودش رو برداشت بکنم. $100 برای صرافیه، سودش برای منه. یه جورایی صرافی میگه بیا سرمایه از من، ترید کردن از تو، معامله کردن از تو و سودش واسه خودت. پس نتیجه گیری چی شد؟ یه سری سایت ها مبلغو میذارن برداری، یه سری ها نمیذارن. حالا الان بهت میخوام بگم که چه سایت های ایرانی و خارجی بیشترین مبلغو بهت میدن که تو هم بگیری و حالشو ببری. قبل از اینکه این ویدیو رو شروع بکنیم حتما ویدیو رو لایک کن و یه نکته بسیار مهم بهت بگم، کامنت های این ویدیو جایزه داره. 3 تا 200,000 تومان بین کامنت ها داده میشه به شما عزیزان. فقط کافیه کامنت بذارید، هر کامنت شما یک شانسه و هر چقدر کامنت بیشتری بذارید شانس بیشتری دارید. 3 تا 200,000 تومان به کسایی داده میشه که کامنت میذارن. پس تا میتونید کامنت بذارید و هر چقدر کامنت بیشتری بذارید شانس بیشتری دارید. اما بریم سراغ سایت ها و آموزشمون. لطفاً با دقت گوش بدین تا کامل با هم یاد بگیریم و بتونیم تمام این پولا رو جمع و جور بکنیم و به دست بیاریم. اول یه صرافی بهتون معرفی میکنم که بی درد سرترین پولی که تو این ویدیو میگیرید همینه. لینکشو زیر ویدیو گذاشتم به همین شکلی که دارید میبینید هست، تو کامنت ها هم هستش. حتما باید لینک آبی باشه و حتما باید از طریق لینک ما برید ثبت نام بکنید که بهتون یه چیزی بده. همینجوری اگر رفتید ثبت نام کردین چیزی نداد دیگه از ما شاکی نشین، فقط باید از طریق لینک ما برید. درسته به ما هم یه چیزی میده ولی به شما هم داره یه چیزی میده. آقا دیگه اینقدر نباید بخیل باشیم که اگر داره به یه نفر دیگه هم یه چیزی میده ما نریم از اون ثبت نام بکنیم. حالا دوست نداشتی ثبت نام نکن. دارم بهت میگم، آره خودم دارم میگم که به ما هم یه چیزی میده و شما هم اون پول رو دریافت میکنید. این از این. اینو گفتم که یه موقع حس بدی بهتون دست نده که مثلا من دارم گولتون میزنم و اینا. نه، همچین چیزی وجود نداره. حالا توضیح بدم بهتون. اولش اینا نوشتم 40,000 تومان با ثبت نام، این مبلغ بیشتر شده. آبان تتر صرافی آبان تتر، روش کلیک میکنید، ثبت نام میکنید. 30 ثانیه کلا ثبت نام و احراز هویتش طول میکشه. همون لحظه میاد تو کیف پولتون. حالا قبل از اینکه اصلا هر داستانی بهتون نشون بدم، میام اینجا سرچ میکنم آبان تتر، شما هم ببینید. من خودم تا الان پول بسیار عالی ازش درآوردم. روش‌های کسب درآمدم داره، تو ویدیوهای قبلی آموزش شدم، ولی بابت ثبت نامی که الان انجام میدین یه پول فوق العاده بهتون میده. همون لحظه هم قابل تبدیله. این بیشتر میشه، به شما ارز دیجیتال میده، میتونید بفروشیدش، حالا هر کاری دوست داشتین بکنین، ولی من پیشنهاد میکنم نگه دارین. برای من سود کرده. هر سری هم یه ارزی بهتون میده، حتما بگیرینش. فقط کافی از طریق لینکی که براتون گذاشتم ثبت نامتون رو انجام بدین. اما حالا چون براتون $100 جذابه، $100 رو بهتون میگم. این لینک که پایین دارید میبینید نوشته $100 سرمایه اولیه برای ترید کردن. اینو روش کلیک میکنید. من لینک ها رو هم داخل کانال تلگرام گذاشتم، هم تو قسمت توضیحات ویدیو گذاشتم، هم توی کامنت ها گذاشتم.
روش کلیک میکنیم. وقتی این صفحه رو دیدین یعنی اوکیه. حالا دقت کنین این پایین نوشته کد پیشنهادی اختیاری باید همینی که اینجا میبینید باشه، عمو کاشانی، عوضش نکنید. این برای رفیق منه که شما باید از طریق ایشون ثبت نام بکنید بهتون بده. من خودم اینجا حساب ندارم ولی شما از طریق این لینک برید ثبت نام بکنید بهتون میده. حالا دقت کنید حتما وی پی انتون خوب باشه و حتما برای بار اول باید ثبت نام بکنید. این بالا ایمیل خودتون رو وارد میکنید، این پایین هم یه رمز عبور مثل این چیزی که اینجا میبینید باید سخت وارد بکنید که تایید بشه. بعد از اونم این پایین رو گزینه قوانین شرایط خواندم و قبول میکنم میزنید. ببین اینجا یه گزینه داره، این روش کلیک میکنید، تیکو میزنید، ثبت نام میکنید. این تا اینجا. نکته بسیار مهم، این صرافی همه افرادی که ثبت نام میکنن رو به صورت دستی بررسی میکنه و این بررسیشون از 24 ساعت تا یک هفته طول میکشه. یعنی احتمال داره تو 24 ساعت اول بهتون بده یا تا همون چند ساعت اول یا توی یک هفته طول بکشه بخواد بهتون بده. پس اصلا عجله نکنید. اگر یک هفته گذشت و بهتون نداد چیکار بکنید؟ 100% میده ولی الان میگم چیکار کنید. همین صرافی یعنی صرافی توبیت یه رباتی داره، اینجا دارید مشاهده میکنید. این آدرس رباته. اینجا میاد رو گزینه شروع میزنید. اگر بعد یه هفته بهتون نداد، ببینید درست ثبت نام بکنید، اولین بارتون باشه که ثبت نام میکنید، $100 میاد تو کیف پولتون. حالا اینجا اگر بهتون نداد میاد داخل این ربات استارت رو میزنید، شروع رو میزنید، دلیلش رو بهتون میگه. این گزینه ها رو میبینید دیگه، دلیلش رو بهتون میگه که چرا این پاداش $100 $150 رو بهتون نداده. پاداش بعضی موقع $100 بعضی موقع $150 ولی الان که من ویدیو رو ضبط میکنم $100 بهتون میده. و دقت داشته باشین بعد از اینکه ثبت نام کردین وارد صرافی توبیت شدین $100 بهتون داد. $100 قابل برداشت نیست. با $100 ارز میخرید، با $100 ترید میکنید، معامله میکنید، میبریدش بالا. سود که کرد بیشتر شد، حالا شد $101 شد مثلا $200 $1000 سودو میتونید برداشت بکنید. هر چقدر سود کنید برای خودتونه، هر چقدر سود کنید برای خودتونه. ضرر برای صرافی، سود برای شماست. پس تا اینجا دو تا صرافی رو بهتون گفتم. یکی صرافی آبانتتر بود که لینکش هست، یکی دیگه هم صرافی توبیته که خارجیه که اونم داخلش ثبت نام بکنید $100 بهتون میده. این تا اینجا. یه صرافی هم هست لینک رو براتون نذاشتم. اگر از طریق اون لینک برید ثبت نام بکنید، هر مبلغی وارد بکنید مثلا $1000 خود صرافی هم بهتون $200 اضافه تر میده و حسابتون رو شارژ میکنه. اینم صرافی خفن شاید به کار همتون نیاد. حالا راجع به این زیاد حرف نمیزنم ولی لینکش رو براتون میذارم. حالا به ترتیب بهتون بگم. صرافی بعدی بابت ثبت نام نوشتم 170,000 تومان، الان بیشتر شده 185,000 تومان بابت ثبت نام بهتون میده. روش کلیک میکنیم. صرافی هم صرافی تترلند هستش. روش که کلیک میکنید ثبت نامتون رو انجام میدین. بابت همین ثبت نامی که انجام میدین و احراز هویتی که انجام میدین 2 تتر به شما میده یا $2 بهتون میده. $2 الان که دارم ویدیو رو ضبط میکنم حدودا میشه 185,000 تومان که میاد تو کیف پولتون. اینم خیلی خفنه. اینم 2-3 دقیقه کلا کار داره. بعدی آبانتتر بود بهتون گفتم مبلغ خوبی رو میده. بعدی 5 سود طلا میده که حالا کمتر شده این یه دونه. اینو براتون میذارم، همه رو تو همین ویدیو میذارم، لازم نیست برید ویدیو رو بچرخید پیدا بکنید. زیر همین ویدیو که الان میبینید میذارم براتون. بهتون 5 سود طلایی رایگان میده، عدد خیلی خوبیه، واقعا ارزش بالایی داره. بعدی مقداری بهتون بیت کوین میده، مقدار کوچیکی بهتون بیت کوین میده و بعدی دوباره خیلی خفنه، ازش میتونید پول در بیارید. نوشتم دیگه 35 میلیون بیبی دوج رایگان توش ثبت نام میکنید. علاوه بر این که بابت ثبت نام بهتون یه مبلغی میده و بیبی دوج میده به مقدار زیاد، چندین میلیون دیگه اینجا نوشتم 35 میلیون، شاید بیشتر شده باشه. علاوه بر اون یه سری آپشن کسب درآمدم داره. تو ویدیو قبلی توضیح دادم، حتما ویدیو قبلی رو ببینید، خیلی خوب میتونید پول در بیارید. و آخری هم که دیگه 3 سود طلای رایگانه، همه رو میتونید بگیرید. $100 از همه با ارزش تره چون میتونید ترید بکنید. بقیه هم که خیلی راحته دیگه بابت ثبت نام. یعنی شما کلا 5 دقیقه وقت میذارید همه این مبالغ رو میگیرین. تمام این لینک هایی که بهتون گفتم رو میذارم براتون تو قسمت کامنت ها و تو قسمت دیسکریپشن یا همون توضیحات ویدیو. ثبت نام بکنید، همه رو بگیرید. حتما باید از طریق لینک هایی که من براتون گذاشتم ثبت نام بکنید که بهتون جایزه رو بده، بگیرین و حالش رو ببرین. این ویدیومون به پایان رسید. یادتون باشه که این ویدیو جایزه نقدی داره واسه کامنت ها 3 تا 200,000 تومان که خیلی راحت میتونید دریافتش بکنید. فقط کافیه کامنت بذارید، هر چقدر کامنت بیشتری بذارید شانستون بیشتره. و داخل کامنت ها و تو دیسکریپشن لینک ها رو براتون گذاشتم، باید از طریق اون لینک ها ثبت نام بکنید که جایزه بهتون داده بشه و در غیر این صورت چیزی بهتون نمیدن. لطفا اگر با لینک من نرفتین و ثبت نام نکردین از من شاکی نشین. حتما ویدیو لایک بکنید و اگه هنوز کانال سبزمانی یا سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنید و زنگوله رو روشن کنید.